بشه لگد بیشتر طول میده، شکم بیشتر طول میده. ببین الان مثلا میاد بالا ولی توی حالت قشنگ شکم میچسبه. نقطه عطف بارزدار یا فیتیل پیش کمره. شما بیشتری فشار به بازودار را نمیارید یا به ساق نمیارید، به مهره های پایین میارید. پس اگه کمر شما خوب بچسبه، گرفتن کمر یا با زدن بارزدار سریع بسیار بسیار سخت میشه. پس ماها چسبیده دستا نه به جلو باشه، نه به بغل باشه، نه آرنجو خم باشه. آرنجو خم باشه فشار چی میشه به وقتی خم میشه، ولی وقتی دستا باز بشه فشار رفلکس میشه، یعنی فشار که میاد اینو برمیگرده و هیچ موقع به نقطه خاص فشار نمیاد. ولی این خم باشه فشار چی میشه از ناحیه آرنجو، از ناحیه که چی میشه شما متضرر میشه. اونایی که این حالت هستن یا میگید مش هستن اشتباه میکنن، به هیچ موقع مش قرار ندید. مش اولا دست متزلزله، استحکام که کمی با تو شد داره، ولی وقتی پنجاه بار باشه، سر بالا باشه، به راحتی اینجا دفاع خوبی انجام بده. حالا همین کمر شما رو جمع میکنید، یکی رو جمع میکنید، شما بیا داشت باید ایشون رو واردات رو جمع میکنه، میخواد واردات بسازه. اولین کاری که باید یادتون باشه استحکام سرعت رو کم زیاد میکنه، کم میکنه سرعت رو. پس برای که من سرعت حرکتشون کم کنم باید سطح استحکام رو زیاد بکنم. به جایی که میام دفاع بکنم بی حرکت به سمت جلو، ولی به کجا میارم سرسیه بالا با پا حرکت به سمت جلو. این باعث میشه دست هم تو پیش قرار بگیره، تو تاپ قرار بگیره و از همه مهمتر چرا سر رو میدم بالا، پنجه میاد بالا، بستر چون فشار میده به کجا فشار میاد؟ به وسط فشار میاد. شما وقتی سر رو میارید بالا درست سر میاد بالا ولی فشار به شکم میاد. شما باید جای اتصال رو خراب کنید. ببین زلزله که میاد کجاها میشکنه؟